شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی انتقادها درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی را رد و از کار نظام دادگستری این کشور حمایت کرد. و روز 16 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در تاجیکستان حقوق انسان محدود نشده است. در رابطه با اینکه در هفته گذشته برخی از رسانه‌ها اطلاع پخش کرده بودند که بزرگمهر در نسبت بزرگمهر یوروف بر علاوه 23 سالی که به اون حکم دادگاه شهر دوشنبه حکم صادر کرد باز 3 سال دیگر حکم دیگر اضافه شده است. رئیس سود عالی تاجیکستان گفت که این خبر اساس ندارد و در نسبت بزرگمهر یوروف هیچ گونه بر اضافه 23 سال زندان مجازات دیگر پیش بینی نشده است و حالا پرونده او ادامه دارد و مرافعه در سیزا ادامه دارد از طرف دادگاه عالی تاجیکستان، ولی هنوز به انجام نرسیده است. متاسفانه هنگام بررسی پرونده مذکور این محکوم شده، این سود شونده و تحقیر رئیس کننده مرافعه سودی و دیگر شخصیت‌ها دست دادن نسبت او پرونده جنایتی آغاز گردید، از جانب مقامات داخلدار مورد تفتیش قرار داده شد و این پرونده امروز از جانب سودیه سود عالی مورد بررسی قرار دارد. شیر محمد شاهیان که درباره نتیجه های کار دادگاه های تاجیکستان در سال 2016 در برابر مطبوعات گزارش میداد، از حکم ها و مرافعه های دادگاهی اعضای مخالفان و منتقدان حکومت حمایت کرد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان های بین المللی گفت پرونده های صاحبکار زید سعیدوف و وکیل دفاع بزرگمهر یوروف انگیزه های سیاسی ندارد. تمام معیار و مقررات سندهای بین المللی در دایره کنستیتوسیون و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده و از جانب کارشناسان بین المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است. اما هم زید سعیدوف و هم بزرگمهر یوروف پرونده های خود را سیاسی دانسته، سازمان های حامی حقوق انسان گفتند که یکی بعد تصمیمش برای تأسیس حزب سیاسی و دیگری بعد آمادگی برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و به مدت های طولانی حبس گردیدند. در گزارش اخیر سازمان مدافع هیومن رایتس واچ گفته می شود که وضع تاجیکستان در سال 2016 یک بار بد شد. محققان این سازمان می نویسند که سبب این وضع در بسته‌شوی حزب نهضت اسلامی، زندانی شدن وکیلان دفاع و منتقدان دولت و تغییر قانون اساسی است که در نتیجه آن پرزیدنت امام علی رحمان تمام عمر در سر قدرت باقی می ماند.